بیایم با هم دیگه با سبزیجاتی که داریم یه غذای خوشمزه درست کنیم. 3 تا سیب زمینی، 2 تا گوجه. من با اینا میخوام یه غذا درست کنم. غذاییه که خودم به اصطلاح اختراعش کردم. سیب زمینی ها رو به صورت نگینه همینجوری که تو تصویر میبینید به یک اندازه سعی کنید باشه خردش میکنیم، چون اگه اندازه هاش مختلف باشه، اونی که کوچیک‌تره معمولاً زودتر سرخ میشه، بزرگه یا میسوزه یا مغز پخت نمیشه. بعد سرخ کردنش به صورت یک دست درد نمیاد. غذامون هم خب ایراد به مراتب پیدا میکنه. وقتی که همه سیب زمینی هامونو به یک اندازه خردشون کردیم، به همین صورتی که میبینین، با آرامش تمام، چون آشپزی عشق میخواد، آرامش میخواد. حالا این 2 تا هم دیگه با هم دیگه خرد میکنیم، بعد من بقیه توضیحات رو میگم. خب سیب زمینی هامون تموم شد. حالا میذاریم کنار. 2 تا گوجه هامون هم به این صورته که سیب زمینی هامون نگینی کردیم، گوجه هامون هم به صورت نگینی خردش میکنیم به یک اندازه تقریبا. حالا اگه هم نشد گوجه چون بافتش لطیفه مشکلی ایجاد نمیکنه مثل سیب زمینی. این یکی رو هم آروم آروم خرد میکنیم با حوصله، با آرامش، با عشق. بعد نتیجه کارمون رو خودمون میبینیم، خودمون عشق میکنیم و شما هم وقتی میبینید حتما خوشتون میاد. گوجه هامون هم خرد کردیم. سیب زمینی هامون رو وقتی شستیم ریختیم تو آبکش، با یه دستمال تمیز حتما خشکش کنین، کاملا همه رو خشک کنین، چون در مورد وقتی که داریم سرخش میکنیم مشکل ایجاد نشه، آب نداشته باشه که جلوز ولزش زیاد بشه، روغنش این بر اون بر بپره و مشکل ایجاد کنه. خب سیب زمینی هامون رو پاک کردیم، بعد روغن رو تو تابه که از قبل ریختیم کم کم سیب زمینی هامون رو میریزیم، سرخ میکنیم. اگه تابه بزرگ باشه همه رو میتونیم یه دفعه بریزیم سرخ کنین و مشکل ایجاد نمیکنه، ولی اگه کوچیک باشه چند بار این کار رو انجام بدید، همه رو با هم نریزید. وقتی یکم تفت خورد بهش زرشوبه میزنیم تا رنگ بگیره، رنگش خوشگل بشه، به چشم بیاد. آروم آروم سیب زمینی هامونو، شورمون هم باید زیاد نباشه، سرخ میکنیم. بعد وقتی سرخ شد دیگه خودش به حالت پفکی در میاد دیگه، به همین حالت دقیقاً جمع میکنیم. سیب زمینی هامونو میریزیم توی یه ظرف دیگه، یه ظرفی که کنار دستمون میذاریم، همه رو میکشیم میریزیم تو اون ظرف به این صورت. بقیه سیب زمینی هامونم میریزیم تو ظرف. بعد گوجه ها رو همین تابه میریزیم، تفت میدیم در تابه رو میذاریم تا گوجه ها پخته بشه. بعد به این صورت وقتی که در اومد کاملا له نشده، سیب زمینی هامون رو بهش اضافه میکنیم، دوباره هم میزنیم که گوجه به خورد سیب زمینیمون بره. بعد میایم یه دونه تخم مرغ رو میشکنیم توی کاسه، به این صورتی که میبینید میشکنیم. بعد با چنگال یکم نمک هم میتونیم بریزیم تو تخم مرغ تا اون چسبندگیشو از بین ببره. چنگال کاملا هم میزنیم که برای غذامون بتونیم استفاده کنیم. بعد دوباره اینو میریزیم رو سیب زمینی و گوجمون. میتونیم حتی 2 تا 3 تا استفاده کنیم که من حالا یه دونه استفاده کردم که نشون بدم چجوریه. اینا رو وقتی همه رو ریختیم، تخم مرغا رو موادمون در تابه رو میذاریم که خودشو بگیره. به این صورت خیلی خوشگل و خوردنی در میاد. غذای خیلی خوشمزه‌ایه، امتحان کنید.